السلام علیکم. امروز ما به زندان پلیچرخی آمدیم تا محبوسین خود را ملاقات کنیم. چند قبل برادر ما حکمتیار صاحب هدایت دادند تا به محبس پلیچرخی بیایم و همه زندانیایی که به مرض کرونا مصاب شدن تداوی و وقایوی شوند، ولی متاسفانه نتانستیم که بیایم. حالا امروز ما منتظر بودیم که بندی های ما قبل از عید آزاد میشوند، وعده شده بود. متاسفانه که نشد آزاد. امروز آمدیم یک مقدار کمک برادرای ما از برادر محترم آقا صاحب، فاتح صاحب، دکتر صاحب و دیگه برادرها صدقات فطر خود رایی کرده بود. امروز خواستیم به 100 زندانیا ما این کمک من حیث توفیق کوچکی عید سعید فطر برای از اینا تسلیم کنیم. ما از این جمله 3 برادر زندانی ما که دکتر صاحب اجمل که در می زندان دکتر هم است ولی بندی هم است و 2 برادر مخلص دیگه ما انتخاب کردیم من حیث هیئت که اینا به 100 نفر محبوسین ایره کمک یا تحفه را توزیع کنه. ما میره برای دکتر صاحب تسلیم میکنیم، ان شاء الله ایره توزیع میکنه. خدا هم برادرایی که در کمک سهم گرفته برای اجر پاداش عزیز نصیب نماید.